شام بخیر کدبانوانی عزیز. این شام طرز تهیه یک شوربای خیلی خوشمزه، کم خرج و خیلی آسان آماده شونده را پیشنهاد میکنم. سراول به دیگ 2-3 قاشق روغن رستنی اضافه میکنیم. 2 قاشق آرد، آنها را 3-4 دقیقه تفت میدیم و بعدا کمی مسکه اضافه میکنیم. و شرط اساسی این است که پمیدور و پیاز و سرپیاز رو در تفتم 15 دقیقه میپزیم. بعدا به دیگ اضافه میکنیم و 1 قاشق روبی رومی و 1 پیاله آب اضافه میکنیم. آنها رو با بلندر مخلوط میکنیم و بعدا به مقدار کافی آب اضافه میکنیم و نمک و ادویه ها به خواهش خودتان هر چی که دوست می‌دارید اضافه کنید. میگذاریم 5-6 دقیقه بجوشد. شوربا آماده است. از بالایش پنیر و نان خشک اضافه میکنیم. خوب آماده شده است. نوش جان. تشکر زیاد که با من هستید. تا ویدیوی دیگر. خدا نگهبان ما و شما.